مطلب آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. این منطق ملت ایرانه، این روحیه ملت ایران. و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریان، نگذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کنه که شما از او میترسید، دیگه شما رو، گریبان شما رو رها نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد.